طبق اطلاع مسئولین شعبه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گражданӣ در شهر ترسونزاده، دهه گلبوته جماعت دهات قراتاغ یکی از منطقه های خوفناک اولین درجه از آفت طبیعی آسیب پذیر به قید گرفته شده است. زیرا دهه در منطقه نزدیکویی جایگیر بوده، برخی از خانه های استقامتی ساکنان در موضع های خوفناک ساخته شدند. از این رو در موسم سیل و آبخیزی ها احتمال فرآمدن یرچ و سر زدن دیگر آفت های طبیعی در این منطقه بیشتر است. در رابطه با این با ساکنان دهه، مسئولین شعبه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گражданӣ در شهر ترسونزاده کارهای فهماندهی دایر نموده تاکید کردند که ساکنان باید هنگام به عمل آمدن چنین حادثه ها در حالت آماده باش قرار گیرند. با ساکنان راههای درست انجام دادن کارهای نجات‌دهی اهالی و دیگر عملهای ضروری هنگام رخ دادن آفت‌های طبیعی فهمانده شدند. جهت پیشگیری نمودن چنین حالت‌ها اندیشیدن تدبیرهای سریوقتی از جمله تازه نمودن سیلراه‌ها و کانال و زهبورها حتمی میباشد که از ساکنان سرجمعی و متحدی را تقاضا مینماید. در ادامه از جانب باشندگان سیلراه‌های این دهه از رگولای تازه کرده شد. یکی از راه‌های پیشگیری رسانیدن ضرر به خواجگی خلق هنگام آمدن سیل و آبخیزی‌ها این به راه ماندن کارهای ساحل مستحکم کنی در کنار دریا و سیلراه‌ها به حساب می‌رود. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده، امروزها در کانال و راه‌های حدود شهر تازه نمایی آنها از رگولای و مستحکم کنی ساحل ها ادامه دارند. ساکنان دهه دهقان‌آباد جماعت دهاتی ریگر طریق حشرهای دست جمعانه در بیشتر از 1 کیلومتر کنارهای کانال سیلپرتا توسط بتون کنی کارهای ساحل مستحکم نمایی انجام دادند که این روند همانا ادامه دارد. جهت امین نگاه داشتن از شستشوی ساحل های این کانال تکنیکا و واسطه های ضروری سفربر گردیده داخل آن را از قمولای و دیگر مانع‌ها تازه کرده ایستادند. همین گونه تدبیرهای پیشگیری کننده در دیگر منطقه های از آفت‌های طبیعی آسیب پذیر حدود شهر ترسونزاده ادامه داده می شوند.